و مقام منزلت پدر و مادر در تعلیمات قرآنی آمده است و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. خداوند میگوید که پروردگار امر کرد که عبادت نکنید مگر او را و با والدینتان احسان کنید، نیکی کنید. یعنی حکم پدر و مادر برابر حکم خداست. این دلالت به مقام منزلت پدر و مادر میکند. برای فرزند دانستن مقام منزلت پدر و مادر حتمی است و ضروری است، مثل هوایی که نفس میکشد. اگر فرزند مقام منزلت پدر را ندانست و حقوق پدر و مادر را رعایت نکرد، از 4 چیز اساسی در دنیا محروم میشود، پیش از اینکه در آخرت محروم شود. یکم، راضی پروردگار را به دست میارد اگر اطاعت کند. اگر اطاعت نکرد و پدر و مادر احترام نکرد، از این محروم میشود. دوم، بی‌برکتی میارد بر سر فرزند. در دنیا بی‌برکتی میارد. به هیچ کاری، به کدام کاری که دست بزند از اون برکت نمیآورد. خواه مقام منصب باشد، خواه از نگاه مادی و معنوی باشد، خواه از نگاه شهرت و مقام باشد، برکت نمیآورد. و نکته دیگر، فراوانی رزق. اگر فرزندی که بداند که پدر و مادر چه حقی بر اون دارند برای رعایت کند، یکم که خدا را راضی میکنه، دعاش مستجاب میشود. دوم، انسانی با برکت میشود. سوم، رزقش فراوان میشود. و نکته دیگر همین که با اطاعت کردن پدر و مادر، دعای پدر و مادر در حق فرزند مستجاب میشود. یعنی هر خیری که پدر و مادر به فرزند بخواهند، همون حتما مستجاب میشود و فرزند او را برکتش در زندگی میبیند. و اگر خدا نخواسته راضی نباشند، بازم دعا مستجاب است از پدر و مادر. فرزند هیچ روی نیکی رو نمیبیند. اگر فرزندی که به قدر پدر و مادر همچون خدای مجازی خودشون بداند، اعتراف کند و بی‌پروایی نکند، هیچ وقت در طول عمر تا وقتی که پدر و مادر در قید حیات هستند غم اندوه رو نمیبیند، حتی بعد از زنده بودنشون.